امسال چی مد شده؟ یعنی رسم و رسوم چطوری هست؟ هیچطوری بس قدیم دردی با بچه ها بیان دید بازی دیدی بگیرن. ای بابا به جون خودم اینا من در آوردیه. من در آوردی اونی بود که پارسال پیارسال پوست نوه جونمو کرد. پسر جانم یه مستندی از اون ماجرا درست کرده بیه آفو ببین. مستند ماچگیرون همه کاره پسر جان تهیه شده در مرنجان. آغاز سال 1000 مرنجانی بر همه جان مبارک. مامان جان گفتی امسال چی رسمه؟ ماچگیرون از کوچکترین استو مرنجانی. نینی جان خودمون. نینی جان این یه رسمه، بچه کوچیکه مرنجان رو هی ماچش میکنن. آره آخه میگن خیلی شگون داره. شایسته من کوچیکترین بچه مرنجان نیستم. دلم به حالت میسوزه داداش کوچیکه بیچارم. تمیزش کنم. چی میخواستم این ور بود نه اون ور بود، اصلا ولش کن. پسر جان اون در رو باز کن دیگه بابا. این چه وضعشه بابا؟ باشه ماچ بده نینی جان اونجاست، بودو این بوسش کنه. نزد نینی جماییم. ببین نینی جان نباید خودتو ببازی. فقط یه را داره، دعا کنی تا سال بعد نینی ترین بچه مرنجان نباشین. ما هممون یه موقع اندیشه تو بودیم عزیزم. خب البته به نظر من بزرگترها به خاطر علاقه کچ بابا نه نینا دیدی نمیشه شگون نداره. بیا اینجا. چه تربیتی خواهرشون یه ماش که این همه ادا نداری؟ بابا برمون داره میره. پسر جان بله کسی شمشیر آب نباشه دست درد میخوره. ما نینی جانا از رسم بیمزه و خطرناک ماچگیرون نجات میدیم. بچه ها وقت عملیاته. شمشیر آفتاباتی با یه گاز علکی بزرگترا رو ببر به کودکی. یادش بخیر. آخه چه روزایی بود اون روزا. پس رسم ماچگیرونتون چی شد؟ راست میگه پس کو؟ آره کو ها؟ کدوم رسم؟ ما بچه هامونو نوازش میکردیم از این جلف بازی هم نداشتیم. اصلا ماچ کردن قد بود. فوقش 2 تا بوس مینداختیم کف پاش. جانم آره کف دستشو میبوسیدیم. راست میگن منو قلقلکم میدادن اونم از دور. باشه منم بوس میفرستادن ولی از دور. اینم از اون رسمای من در آوردی گلنجانیه. ماچگیرون یعنی چی؟ همیشه هم دعواست که ماچ باید 2 تا باشه یا 3 تا.
سلام. سلام. سلام به رو ماهتون. چیه به چی نگاه میکنین؟ ما جانجوری دیگه رسمه نمیشه از زیرش در بریم.